مثل خیلی ترکای دیگه از جامعه یاد گرفته بودم که از ترک بودنم شرمنده باشم. تلاش میکردم ترک خر نباشم، عادی باشم. مثلا همین چند سال پیش توی دانشگاه تو کانادا با یه پسر ایرانی همگروه شدم. موقعی تحویل پروژه که رسید اختلاف نظر پیدا کردیم. وسط بحث شروع کرد به داد و بیداد. آخرش هم بهم گفت الحق که ترکی. سلام، من عباس مهرابیان هستم و شما به 15مین قسمت پادکست این قصه منه گوش میکنید. تو این پادکست قصه های واقعی آدما رو تعریف میکنیم. آدمای معمولی ولی با تجربه های منحصر به فرد. قصه‌ای که امروز میشنویم درباره زبان مادریه. راوی قصه داستان زندگی خودش رو تعریف میکنه. قبل از اینکه قصه این قسمت رو بشنویم یه نکته بگم. کسایی که این پادکست رو دنبال میکنن میدونن که 13 قسمت اول راجع به زبان بود. تو قسمت 13 گفتم که میخوام پرونده این موضوع رو ببندم و فصل جدید رو با موضوع جدیدی شروع کنم. اما 2-3 ماه پیش یه داستان خیلی جالب رو اینترنت دیدم. نویسنده این مطلب داستان زندگی خودش رو نوشته بود. درباره احساسش نسبت به زبان مادریش. من راستش حیفم اومد که این قصه رو تو پادکست تعریف نکنم. این شد که با نویسنده تماس گرفتم و ازش خواستم که داستانش رو توی این قسمت پادکست تعریف کنه. بعداً هم اگه داستان جالبی در این باره بخونم حتما تبدیلش میکنم به پادکست، چون موضوع خیلی جذابیه برام. خب دیگه بریم داستان این قسمت رو بشنویم. بازم تکرار میکنم که برخلاف بیشتر قسمت های این پادکست، راوی این قسمت داستان واقعی زندگی خودش رو تعریف میکنه. ایشون تو ایران به دنیا آمده و تو جوونی برای ادامه تحصیل به کانادا مهاجرت کرده. راوی ترجیح داده که اسمش برده نشه و برای شخصیت‌ها هم از اسمای مستعار استفاده کرده. این قصه منه. دوران مدرسه کلاس محبوبم زنگ انشا بود. روزایی که انشا داشتیم از سر صبح کیفم کوک بود. یه خانم بابایی داشتیم، یادش بخیر. انگار برای دبیر ادبیات شدن ساخته شده بود، از بس که ذوق ادبی داشت. از اون معلما بود که هم مهربونن هم سختگیر. دفتر به دست میرفتیم پای تخته، انشامونو با صدای بلند برای کلاس میخوندیم. خانم بابایی هم دست به سینه میشست، با دقت گوش میداد. از اون آدما بود که میشد از قیافش تشخیص بدید چقدر از انشات خوشش اومده. هر انشایی هم تحسین نمیکرد. من تمام هفته با اشتیاق انتظار میکشیدم که زنگ انشاشه، خانم بابایی از راه برسه، کلاس یه دور برپا برجاشه، حضور غیاب شه که تازه برسیم به اون جایی که خانم میره پای تخته با وسواس آستیناشو بالا میزنه، گچو با نوکی انگشت نگه میداره، با خط خوش گوشه بالا سمت راست تخته مینویسه به نام خدا. بعد بر میگرده سمت کلاس، همونطوری که 2 انگشت گچی شده رو به هم میسابه، با همون لبخند همیشگی میپرسه داوطلب داریم؟ منم در حالی که دارم تمام تلاشمو میکنم که هیجانمو زیر پوستی نگه دارم، با طمأنینه دستمو میبرم بالا. تو عوالم نوجوانی عاشق وقتی بودم که همه کلاس ساکت میشدن که انشای منو بشنون. یا وقتی که با شنیدن یکی از جمله ها میزدن زیر خنده. یا وقتی یکی از قلمم تعریف میکرد و من با یه لبخند ملیح تظاهر به فروتنی میکردم. ولی بیشتر از همه اینا عاشق خود نوشتن بودم. عاشق لذت ساده جمله بافتن با کلمه ها، قصه بافتن با جمله ها. نوشتن واسم مثل نقاشی با کلمه ها بود. زبون فارسی بوم و قلمو و رنگای نقاشیم بود. وقتی که 2-3 نفر داوطلب همیشگی ته می‌کشیدن، تا نفر 7 و 8 کشیدن بچه‌ها پای تخته آسون بود. وقتی این داوطلبای تعارفی هم ته می‌کشیدن، خان بابایی به انتخاب خودش یکی رو صدا می‌کرد پای تخته.
از اینجا به بعد هر بار که نوبت صدا کردن نفر بعدی میشد، نصف کلاس نفسشو حبس میکرد تو سینه، سعی میکرد با خانم بابایی چش تو چش نشه، مبادا که قربانی بعدی باشه. یه بار قرار بود برای درس هنر با مداد سیاه یه طرح دست بزنیم. من این خرگیر کرده بودم توی گل. یکی از بچهای کلاس بهم گفت چند تا طرح دست اضافی زده، میتونه یکیشو بده به من، به شرطی که در عوضش منم براش انشای روز بعدو بنویسم. خیلی وقت بود نرفته بود پای تخته، به دلش افتاده بود که خانم بابایی قرار این دفعه صداش کنه. منو میگی خدام بود 2 تا انشا بنویسم، هر 2 تاشم سر کلاس خونده بشه، از زیر بار طرح زدنم در برم. چرا که نه؟ اون روز جفتمون از انشا 20 گرفتیم و بیزینس انشا نویسی من شروع شد. مبادله انشا با کالا زیاد داشتم. البته همیشه رو انشام قیمت نمیذاشتم. انشای مرامی هم زیاد مینوشتم. ولی اگه سفارش دقیق 90 کسی رو قبول میکردم که دوست صمیمیم نبود، هزینه‌اش یه همبرگر بود. چون مجبور میشدم زنگ تفریحمو به انشا نوشتن بگذرونم. این همبرگر تنها غذای گرمی بود که میشد از بوفه گرفت. دستپخت زن بابای مدرسه بود. گرونترین چیزی بود که میشد از بوفه خرید. 400 تومن. خلاصه که تا آخر دبیرستان انقدر برای غریبه و آشنا انشا نوشتم که هنوزم اگه یکی از بچهای قدیمی مدرسه تو اینستاگرام پیدام کنه، اول از همه میپرسه راستی فلانی هنوز مینویسی؟ همه اینا رو گفتم که بگم از وقتی یادم میاد با نوشتن افکار و احساسات خودم رو بیان میکردم. اینقدری که وقتی قلم به دست میگیرم استعاره و آرایه ازم جاری میشه و زیبایی خلق میشه، موقع صحبت کردن حرفای قشنگ به زبونم نمیان. اگه بخوام برای عزیزی خیلی مایه بذارم، براش یه نامه از ته دل مینویسم. واسه پدر و مادرم خیلی از این نامه ها نوشتم. بچه که بودم منتظر یه مناسبت مثل روز مادر یا روز پدر می شدم که براشون نامه بنویسم. معمولاً با خواهرم یه هدیه کوچیک براشون می گرفتیم. ولی اگه کنار هدیه‌ام یه نامه دست‌نویس نمیذاشتم، به خودم نمیچسبید. البته الان مهاجرت کردم کانادا و دیگه نزدیکشون نیستم که بتونم نامه دست‌نویس بهشون هدیه بدم. ولی همچنان عادت نامه نویسی رو از دست ندادم. می‌نویسم، با ایمیل براشون میفرستم. هر بار که به پدر مادرم نامه می‌نویسم یه تناقضی تو دل خودم پیدا می‌کنم. اونم اینه که من با پدر و مادرم ترکی حرف میزنم. زبون احساسات بینمون همیشه ترکی بوده. پدر و مادرم همیشه به ترکی قربون صدقم میرفتن. اگه محبتشون گل کنه اسمم میشه ناسlı kızım. جیران بالام. اگه بخوان شماتتم کنن میگن پسیشته. اگه یه مدت همو نبینیم دلشون تنگ نمیشه. دارخماخ میکنن. اگه بخوان تشویقم کنن میگن برکننا. ساول سنه. ولی هیچ وقت براشون نامه ترکی ننوشتم. یعنی برای بیان شخصی ترین عواطفم برای عزیزترینای زندگیم عشق توی قلبم رو ترجمه میکنم به فارسی. اونم با لهجه ترکی و گاهی با توپق میخونهش. حتی اگه من یه روز یاد بگیرم ترکی بنویسم، اونا بلد نیستن ترکی بخونن. گاهی لابلای این نامه‌های فارسی چند تا کلمه ترکی اضافه میکنم. همین امسال یه نامه به مناسبت روز پدر نوشتم. یه تماس ویدیویی گرفتم که نامه رو با صدای خودم برای بابام بخونم. پشت صفحه گوشی یه اقیانوس اون طرفتر پدرم صندلی ناهارخوری رو گذاشته بود جلوی تلویزیون که بتونه منو با تصویری 3 برابر گنده تر از خودم ببینه. با شلوار کردی نشسته بود وسط حال، با دقت به نامه خوندنم گوش میداد. مادرم گوشی به دست واسطه بود کنار در آشپزخونه که بتونه هم از کله گنده من عکس یادگاری بگیره، هم از لبخند قشنگ بابا.
توی این نامه آدما رو به درخت تشبیه کرده بودم. ریشه های درخت خودشون میدونن کدوم ماده غذایی رو از خاک بکشن بیرون میوه‌اش کنن. نوشته بودم آدمیزادم ریشه هایی داره شبیه ریشه های درخت که جلوی چشم نیستن ولی میفهمن چه چیزایی تو زندگی واقعا مهمن. مثلا بابام همیشه میگفت düzlük bir köpeğoğluluk'te که هیچ کی منو حریف çıkamaz. ترجمه این جمله به فارسی سخته ولی تقریبا یعنی صداقت یه حقه بازیه که هیچ کس نمیتونه حریفش بشه. از اول تا آخر تماس لبخند رو لبش بود. وقتی گل از گلش شکفت که رسیدم به جمله ترکی آخر نامه. الا sen de sefalı bir ağaçsın باباجان. یعنی تو هم مثل یه درخت باصفایی باباجان. یکی از بزرگترین لذت‌های زندگی من شعر خوندنه. اگه کاردم بزنی شعر حافظ ازم بیرون میزنه. اینقدر هر جا نشستم از حافظ حرف زدم که حتی دوستای خارجیم هم دیگه میشناسنش. با اینکه کلاً حافظه بدی دارم و هیچ وقت تو حفظیات خوب نبودم ولی شعر زیاد حفظم. اینقدر مشاعره دوست داشتم که نگو. ولی از اونجایی که هیچ کس دیگه‌ای دور و برم به اندازه من عاشق شعر نبود کسی حریفم نمیشد. سری میباختن و میرفتن پی زندگیشون. یه بار یه کتاب مشاعره گرفتم که بیت‌های مختلف و به ترتیب الفبا مرتب کرده بود. برای خودم نگرفته بودمشا. واسه مامانم گرفته بودم که بشونه حفظ کنه، هر وقت خواستم بتونه با من مشاعره کنه. آخرش هم حفظ نکرد. ولی بعضی وقتا کتابو میدادم بهش که اون از رو کتاب بخونه، من حفظی. خلاصه که بچهای مردم تو مسابقه‌های ورزشی مدال میگرفتن، من تو مسابقه‌های مشاعره و شاعری. با اینکه تو عمرم بیشتر شعر فارسی خوندم تا ترکی، شعر ترکی جای دیگه‌ای تو قلبم داره. یه طور دیگه‌ای بهم میچسبه. وقتی شعر زیبای ترکی میشنوم، چشام فوری پر اشک میشه. قند تو دلم آب میشه از حلاوت بعضی از عبارت‌های ترکی. از وقتی یادم میاد متوجه این شاعرانگی زبان ترکی بودم. ولی تا قبل از این هیچ وقت سعی نکرده بودم به فارسی توضیحش بدم یا حتی به فارسی بهش فکر کنم. توضیح دادنش کار سختیه چون خیلی از کلمات ترکی ترجمه دقیق فارسی ندارن. تازه دستور زبان ترکی هم با فارسی خیلی فرق داره. زبان فارسی تو فلات ایران شکل گرفته ولی زبان ترکی هزاران کیلومتر اون طرفتر تو آسیای میانه زاده شده. از لحاظ ساختاری و دستوری این دوتا زبون خیلی از هم دورن. فارسی تو خانواده زبونای هندو اروپایی قرار میگیره ولی ترکی تو خانواده زبانی کاملا جداییه. هرچند سالها نزدیکی بین فارسی زبانا و ترک زبانا باعث شده خیلی کلمه ها از هم قرض بگیرن. مثلا آچار یه کلمه ترکیه که معنی تحت لفظیش میشه باز کننده. چون آچ بون مضارع از مصدر آچماقه یعنی باز کردن. آر پسوند ترکی فاعل سازه. ترکی برای توصیف یه سری فعلا کلمه‌های متنوعی داره که معادل فارسی ندارن. مثلا جمله الناز داغا چخته ترجمه فارسیش با جمله الناز داغا درماشته یکی میشه. هر دو به فارسی میشه الناز از کوه بالا رفت. ولی برای یه ترک فرق این دوتا جمله تو اینه که الناز چگونه از کوه بالا رفت. تو جمله الناز داغا درماشته شنونده میدونه درماشماخ یه فعله که معمولاً موقع بالا رفتن سریع گربه از یه چیز عمودی مثل درخت یا تیر چراغ برق استفاده میشه. پس اگه گوینده از این فعل استفاده کنه مخاطب متوجه میشه که الناز چست و چابک از کوه رفته بالا. ولی اگه بگه الناز داغا چخته یعنی الناز از کوه بالا رفته ولی نه خیلی تند. یا مثلا جمله کیان ته قابلمه رو با نون پاک کرد. تو ترکی 3 کلمه بیشتر لازم نداره. میشه کیان قابلمانı sıyırdı.
چون ته ظرفو با نون پاک کردن فعل مخصوص خودشو داره، سیرماخ. حتی تصویرسازی این که آیدین با چرخوندن سریع یه مقدار کمی از آب تو لیوان چایی لیوانو سرسری آب کشید با 3 کلمه ساده ممکنه. آیدین لیوانه چرخلاده. زبان ترکی که روزمره تو کوچه خیابون استفاده میشه پر از تصویرسازی و استعاره است. مثلا غم اگه خیلی زیاد شه باسار، یعنی فشارت میده. سرما اگه شدید شه کسر، یعنی مثل تیغ میبردت. گرما اگه شدید شه ازر، یعنی لهت میکنه. استعارهای ترکی به تصویر ختم نمیشن. خیلی از صداهای طبیعی هم تو کلمه‌های ترکی منعکس میشن. اوج این موضوع رو میشه تو منظومه حیدر بابای السلام شهریار دید. شاید اسمشو شنیده باشین. اما شاید ندونین که حیدر بابا اسم یه آدم نیست. اسم یه کوهه. شهریار توی روستا نزدیک این کوه بزرگ شده. تو این شعر شهریار با حیدر بابا صحبت میکنه و طبیعت بکر و زندگی مردم روستا رو توصیف میکنه. برای شهریار حیدر بابا فقط یک کوه نیست. یه دوست معتمد و خردمنده که نشسته به تماشای گذر زمان. تغییر فصل‌ها، تبدیل شدن شور و نشاط بهار به سختی زمستون توصیفی از جزر و مد زندگیه. اول این شعر شهریار به حیدر بابا سلام میکنه و بهش میگه دم بهار، وقتی که صدای قررش رعد و برق و حرکت تند آب تو رودخونه‌های خروشان رو میشنوی، وقتی که دخترای روستا رو میبینی که برای تماشاش صف بستن، گاهی هم یادی از من کن. تو نسخه اصلیش با صدای خود شهریار میتونین انعکاس صدای قررش رعد و حرکت تند آب و تو کلمه‌اش بشنوید. حیدر baba, bildirimler şakanda, seller sular şapkıldıyor akanda, kızlar ona saf bağlayıp bakanda, salam olsun şevketize, elize, benim de bir adım gelsin dilize. احتمالا میتونین تصور کنین زبونی که تو رسوندن مفاهیم انقدر دقیق و ظریفه چه ابزاری برای شعر میسازه. چون ترکی زبون مادری منم به برکت همنشینی با این زبون احساساتی رو تجربه کردم که اگه براشون کلمه نداشتم ظرافتشون رو درک نمی کردم. مثلا میسکیل یه کلمه ترکیه که یعنی احساسی ترکیبی از غم و امید که مدت طولانی توی دل کسی مونده باشه. مثل احساسی که سراغ یه مادر میاد وقتی غذای محبوب فرزند مهاجرشو درست کرده که مدت هاست ازش دوره. مطمئنم این حس یه روز ته دل شما هم نشسته، ولی اگه کلمه‌شو نداشتین شاید به ماهیتش فکر نکرده باشین. یکی از میسکیلایی که توی دلم مونده اینه که اگه یه غزل ترکی رو بذارین جلوم شاید نیم ساعت طول بکشه تا بتونم یه دور از رو بخونمش. چون هیچ وقت خوندن زبون مادریمو اصولی یاد نگرفتم. نه اینکه نخوام. تو ایران هیچ کتاب و مدرسه‌ای نبود که یاد بگیرم. دیدید بچه‌هایی که تازه کلاس اول رو تموم کردن چطوری کند و با تقلا کلماتو میخونن؟ منم همونطوری رو نوشتای ترکی میخونم. ترکی نوشتنم درست بلد نیستم. مثلا اگه یه گوشه از یه شعر ترکی یادم بیاد نمیتونم راحت تو اینترنت دنبالش بگردم. آخه ترکی تو کشورهای مختلف با الفبای مختلفی نوشته میشه. تو روسیه با الفبای سیریلیک، تو ترکیه و جمهوری آذربایجان با الفبای لاتین، تو ایران هم با الفبای عربی. منم که خب الفبای عربی رو بلدم، ولی بدون دونستن نوشتار استاندارد ترکی نوشتن با این الفبا ساده نیست. مثلا فارسی 6 تا مصوت داره ولی ترکی 9 تا مصوت داره. منم مثل خیلی از ترکای ایرانی هیچ وقت
نوشتار ترکی رو آموزش ندیدم. صرفاً هر وقت کتاب یا نوشته ترکی پیدا کردم سعی کردم با چیزایی که از الفبای عربی یا لاتین بلدم بخونمش. نه فقط من، بیشتر ما ترکای ایرانی چون خوندن و نوشتن و اصولی یاد نگرفتیم، وقتی ترکی تایپ میکنیم از نوشتار استاندارد استفاده نمیکنیم و کلماتو همونطوری که تو شهر خودمون شنیدیم مینویسیم. بنابراین برای اینکه متنی که یه نفر دیگه نوشته رو متوجه بشی، باید اول با لهجه شهرشون آشنا باشی که اصلا هم کار ساده ای نیست. بچه که بودم بزرگترها تقریبا همیشه با هم ترکی حرف می‌زدن، ولی با ما گاهی ترکی گاهی فارسی. پدر و مادرم مثل خیلی پدر و مادرای دیگه از بچگی به فارسی عادت هم داده بودن، چون میترسیدن تو مدرسه از درس عقب بیفتم یا به خاطر لهجه‌م مسخره بشم. خودشون میگن دلمون نمیخواست اما چاره ای نبود. از یه سنی به بعد کم کم دستم اومد که زبون تلویزیون با زبون مادر بزرگ یکی نیست. اما تا قبل از اینکه برم مدرسه، مفهومی که از زبان تو ذهنم داشتم یک کلاف در هم تنیده ترکی و فارسی بود. یادم یه روز قرار بود کارنامه ها رو بدن. فکر کنم کلاس دوم بودم. مامانم دست من و خواهرم رو گرفت، با هم رفتیم کارنامه درخشان منو تحویل گرفتیم. بعدش هم مامان رو راضی کردیم که سر راه بریم خونه خاله. همین که رسیدیم خونه خاله، من و پسر خالم بساط سیگار رو پهن کردیم که بازی کنیم. هنوز شروع نکرده بودیم که چند تا از بچهای محله زنگ در رو زدن. تابستونا آفتاب که از تیزی میافتاد، یکیشون راه میافتاد یکی یکی زنگ در بقیه رو میزد که بیاین بازی. من عاشق تو کوچه بازی کردن بودم، ولی مامانم هیچ وقت اجازه نمیداد من و خواهرم تو کوچه بازی کنیم. یه چند بار وقتی که خونه خاله بودیم تونسته بودیم با اصرار راضیش کنیم که بذار با پسر خالم بریم کوچه. اون روز مصمم بودم که راضیش کنم، چون بین بچه‌هایی که اومده بودن دم در یه پسره بود که تو عوالم بچگی ازش خوشم میومد. اسمش یادم رفته، ولی پسر خالم بهش میگفت بچه تهرون. بچه تهرون در واقع اهل کرج بود. عاشق حرف زدن در مورد ماشینا بود و کلی مجله ماشین داشت. یه جفت کتونی براق زرد و قرمز میپوشید که به نظر من 8 ساله خیلی خفن بود. به میمنت یه ردیف نمره 20 تو کارنامه، بعد از یکم چک و چونه زدن مادرم بالاخره رضایت داد. همین که پامون رسید به کوچه، پسر خالم بهم گفت یه صدا بنداز ببین مائده نمیاد. منم برگشتم سمت در و از اعماق حنجرم داد زدم مائده! بچه تهرون زد زیر خنده. به نظر بچه تهرون این که نه تنها پسر خالم همچین جمله عجیب غریبی ساخته، بلکه منم سریع منظورشو فهمیدم و انجامش دادم، واقعا خنده‌دار بود. هر کی راه رسید یه دور از اول ماجرا رو با آب و تاب تعریف کرد و هر هر خندید. بعد از اون روز دیگه کوچه نرفتم. نوجوان که بودم یکی از دغدغه‌های جدیم این بود که با ترجمه مستقیم از ترکی به فارسی سوتی ندم یا جایی لهجه ترکی ازم نشت نکنه. بارها با پدر و مادرم دعوا کرده بودم که وقتی میریم تهران با هم ترکی حرف نزنن، که مامانم جلوی فامیل فارس به جای شامتو بخور نگه شامتو بخور، یا بابام به جای دستمال کاغذی نگه کاغذ دستماله. خب منم مثل خیلی ترکای دیگه از جامعه یاد گرفته بودم که از ترک بودنم شرمنده باشم. تلاش میکردم ترک خر نباشم، عادی باشم. میدونم اگه تو این شرایط بزرگ نشده باشین این حرفا شاید به نظرتون اغراق‌آمیز باشه. فکر کنین دیگه که این روزا همچین چیزی میگه. ولی همچین آدمایی کم نیستن. مثلا همین چند سال پیش توی دانشگاه تو کانادا با یه پسر ایرانی همگروه شدم. موقعی تحویل پروژه که رسید اختلاف نظر پیدا کردیم. وسط بحث شروع کرد به داد و بیداد. آخرش هم بهم گفت
الحق که ترکی. وقتی استاد کانادایی ماجرا رو شنید اصرار کرد که ازش به دانشگاه شکایت کنم، ولی نکردم. با اینکه فراموش کردن حرفش برام راحت نبود، نمیخواستم یه مهاجر تازه وارد دیگر رو به همچین دردسری بندازم. میدونستم اونم با همون سریالای صدا سیما و جوکای یه روزی ترکی بزرگ شده و حرفش از نادونیش میاد. خب برگردیم به چند سال قبل توی ایران. پام که به دانشگاه رسید تازه فهمیدم من خیلی وضعم بد نبوده. چون بزرگترین دغدغه من در مورد زبان مادریم این بود که نمیتونستم ترکی بخونم و بنویسم. مشکل ارتباط به فارسی نداشتم. از همون ترم اول دانشگاه فهمیدم مشکلات زبان مادری میتونن خیلی بزرگتر از اینا باشن. یه پسر لاغر و ساکت تو کلاسمون بود که لپاش همیشه گل مینداخت. خط قیچی روی موهاش داد میزد که تو سلمونی کوتاه نشده. از یقه بلوزی که تموم زمستون تنش بود میشد حدس زد که بافت دست مادرشه. چند هفته بعد از شروع ترم اولین بار سر کلاس ریاضی صداشو شنیدم. استاد پای تخته مسئله نوشته بود. این دوستمون از پیدا کردن راه حلش چنان هیجان زده شد که جواب آخر رو بلند گفت. استاد ازش خواست توضیح بده. با لهجه خیلی غلیظ ترکی شروع کرد به توضیح دادن. از نگاه‌های بچه‌ها میشد فهمید که جلوی خنده‌شون رو به زور گرفتن. همونطور که زور میزد فارسی حرف بزنه، انگار که برای تموم کردن جمله‌اش کلمه کم آورده باشه، گفت بعدش اون ایکس با اون یکی ایکس در میره. یه چند ثانیه طول کشید که بچه‌ها بفهمن منظورش اینه که ساده میشه. کلاس منفجر شد از خنده. هنوز وقتی قیافه بخت زده و پر از خجالتش یادم میفته دلم براش کباب میشه. نکته غم انگیز ماجرا اینه که این دانشگاه تو تبریز بود. استادی که داشت فارسی درس میداد ترک بود. بیشتر از نصف همون کلاسی که داشت بهش میخندیدم ترک بود. بعد از کلاس رفتم سراغش که باش چند کلمه ترکی حرف بزنم. تا فهمید ترکم یخش باز شد. فهمیدم اتفاقا اصلا کم حرف نیست. اهل یکی از روستاهای اردبیل بود. گفت خوش به حالت. تو فارسیت خیلی خوبه. گفتم خب مگه تو مدرسه به شما ترکی درس میدادن؟ گفت معلومه که نه. اصلا معلم ترک نمیفرستن اون منطقه. گفت بیشتر مردم روستا از جمله پدر مادرش فارسی بلد نیستن. ولی تو مدرسه معلم به فارسی درس میده. بچه هم یا بر نگاش میکنن یا اگه یکی فهمید واسه بقیه توضیح میده. ازش پرسیدم پس چطور تونستی کنکور بدی؟ گفت ادبیاتو نتونسته بزنه ولی ریاضی و فیزیکو با درصد بالا زده. با خنده گفت خودش هم نمیدونه چطور سر از این دانشگاه در آورده. وقتی دور و برش رو نگاه میکنه این چیزا اصلا بهش یاراشماست. گفتم حالا که اینجایی کم کم راه میافتی، یکم فرصت بده به خودت. چند ترم که گذشت دیدم دیگه پیداش نیست. از یکی از پسرای کلاس سراغش رو گرفتم. فهمیدم که از مهندس شدن انصراف داده و برگشته روستا. زبان یکی از پر رمز و رازترین اختراعات بشره. به نظرم کسی که هیچ وقت یه زبون دوم یاد نگرفته هنوز زبان خودشو خوب نشناخته. مثلا تا انگلیسی یاد نگیری شاید نفهمی چرا ترجمه شعر حافظ انقدر سخته. یا مثلا خودم که تا قبل از گفتن قصه خودم به فارسی به زیبایی‌های زبون مادریم با دقت فکر نکرده بودم. هیچ زبونی مثل زبون مادری با قلب و ذهن آدم حرف نمیزنه. هر زبون جدید یه مجموعه ابزار تازه بهت میده برای فکر کردن، برای درک احساس خاص، حتی برای خندیدن. مثلا چیزی که تو انگلیسی منو میخندونه لزوما تو فارسی به نظرم بامزه نیست. من هیچ وقت دست از کنجکاوی در مورد زبانها بر نداشتم. نوجوان که بودم سالها کلاس فرانسه میرفتم.
نه قصد مهاجرت به کشور فرانسوی زبان یاد داشتم، نه میخواستم مترجم شم. همینطوری حال میکردم یاد بگیرم. عشقم به فرانسوی با آهنگای سالواتور آداما شروع شد. یه آهنگ داره تومب لا نیژ، یعنی برف میبارد. اولین بار وقتی شنیدمش که اولین برف زمستون اون سال داشت میبارید. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège tout en larmes blanches. آلمانی رو بعد از مهاجرت به کانادا یاد گرفتم. با اینکه هیچ وقت آلمان زندگی نکردم، ولی به آلمانی میتونم گلیمم از آب بیرون بکشم. آلمانی زبان فلسفه است. ظرفیتش برای کلمات دقیق و خلاقانه بی نهایته. مثلا به لامپ میگن گلوبرنه. ترجمه تحت لفظیش میشه گلابی تابناک. عربی دست و پا شکسته‌ای که بلدم و تو مدرسه یاد گرفتم. وقتی ترجمه یه شعر قشنگ از نزار قبانی یا قاده از سمان رو میخونم، با ذوق و شوق میرم دنبال نسخه اصلیش میگردم که سعی کنم اونم بخونم. به نظرم زیبایی‌های شعر عربی شبیه زیبایی‌های شعر فارسیه. عشق محزونی داره که تا عمق قلبت نفوذ میکنه و مست و حیرونت میکنه. از بین تمام زبانهایی که بهشون عشق ورزیدم، تنها زبانی که هنوز نتونستم خوندن و نوشتنش رو یاد بگیرم ترکیه. اولین زبانی که گوشم با موسیقیش آشنا شده. زبانی که مادر بزرگم باهاش اولین قصه های زندگیمو برام تعریف کرده. زبان تنها لالایی هایی که حفظم. زبانی که وقتی برای اولین بار به آغوش مادرم کشیده شدم از قلبش جوشیده. حتی اگه یه روز از عمرم مونده باشه، بالاخره یاد میگیرم بنویسمش. زبان زیبای مادری. خب این بود قصه این قسمت درباره زبان مادری. طبق آمار سازمان ملل حدود 40% مردم دنیا نمیتونن به زبان مادریشون درس بخونن. یعنی یا اصلا به مدرسه دسترسی ندارن یا تو مدرسه به زبان مادری بهشون آموزش داده نمیشه. برای تأکید به اهمیت این موضوع، یونسکو روز 21 فوریه رو روز جهانی زبان مادری اعلام کرده. اینکه چرا این روز انتخاب شده، داستانش برمیگرده به 75 سال پیش، وقتی کشور پاکستان تازه تأسیس شده بود. اون موقع پاکستان یک کشور دو تیکه بود، پاکستان غربی و پاکستان شرقی، که بعدها پاکستان شرقی خودش شد یک کشور مستقل به اسم بنگلادش. وقتی پاکستان تازه تشکیل شده بود، زبان خیلی از مردمش بنگالی بود، اما زبان اردو به عنوان تنها زبان رسمی انتخاب شد. بنگالی زبانها از این ماجرا ناراحت بودن و میخواستن بنگالی هم یه زبان رسمی باشه. کلی تجمع و راهپیمایی برگزار کردن، از جمله روز 21 فوریه 1952 که میشه سال 1330 شمسی، یه تجمع اعتراضی تو دانشگاه داکا تو پاکستان شرقی اون موقع شکل میگیره. دولت هم از این موضوع خوشش نمیاد و پلیس به دانشجوها حمله میکنه. 5 تا از تظاهر کننده ها رو میکشه و صدها نفر هم زخمی میشن. 47 سال بعد از اون اتفاق دردناک، سازمان ملل متحد روز 21 فوریه رو به عنوان روز جهانی زبان مادری انتخاب میکنه که به تقویم ما میشه 2 اسفند ماه. اما تو ایران صدها ساله که زبان فارسی زبان رسمی کشوره، ولی خب خیلی از مردم زبان مادریشون فارسی نیست. درباره اینکه چند درصد مردم ایران زبان مادریشون فارسی نیست آمار دقیقی وجود نداره. نهادهای مختلف تخمینه مختلفی زدن، از 25% تا 50%. ولی کم کم میشه گفت که از هر 4 تا ایرانی دست کم 1 نفر زبان مادریش زبانی غیر از فارسیه. زبانهایی مثل ترکی، کردی، گیلکی، مازندرانی، لری،
عربی و بلوچی و زبونهای دیگه. ولی به جز فارسی و عربی هیچ کدوم از زبونهای دیگه تو هیچ مدرسه آموزش داده نمیشه. البته من نرفتم به تک تک مدرسه‌ها تو ایران سر بزنم. اینه که شاید در این باره اشتباه میکنم. اگه شما اطلاعات دیگه در این باره دارید ممنون میشم بهم بگید. و این بود قسمت 15 پادکست این قصه منه. آهنگ شروع و پایان این قسمت رو پارسوا خورسند ساخته. اسم و مشخصات آهنگایی که لابلای روایت شنیدید توی توضیحات پادکست هست. پادکست این قصه منه رو میتونید تو تمام اپلیکیشن های پادکست، تلگرام یا وبسایت پادکست گوش کنید. لینک وبسایت تو بخش توضیحات پادکست هست. اگه دوستش داشتین به دوستاتون هم معرفی کنید. تا قسمت بعدی مراقب سلامت جسم و جانتون باشید.